أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما شرحی اسماء الله الحسنى که نامهای الله می باشد. ما در نماز و ذکر نامهای الله ورد زبانمان می باشد. باید این نامها رو معنیش رو بدانیم. الله می گوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله نامهای بهترین دارد، پس با این نامها دعا بکنید. باید مسلمان این نامها را بداند، با این نامها الله را دعا بکند. اگر این نامها را فهمد و دعا بکند، دعایش اجابت می شود. ما چه خیلی که گفتیم الله یکی از نامهای این خودش را در قرآن بسیار ذکر کرده است. الله می باشد. الحمدلله، حمد سپاس بر الله. اللهم، الله، اله، همه این یک معنا دارد. اللهم معنایش بار اله می باشد. وقتی که ما اللهم گفتیم یا الله گفته ندا کرده هستیم. اله نیز معنای الله را دارد. چه خیلی که الله، وقتی که انسان الله میگوید یقین میکند که یک اللهی دارد که او قادر و توانا می باشد. او سزاوار عبادت می باشد. اما چه خیلی که در قرآن می بینیم فرعون موسی را می گوید لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. ای موسی می گوید اگر تو بغیر من یک الهی را بر خود قرار می دهی، من تو را از شخصانی تو را زندانی می کنم، در قطار زندانی ها می گذارم. فرعون خودش را اله خوانده بود. یعنی فرعون را موسی را تهدید کرد که اگر تو بغیر من دیگر شخص را اله قرار دهی، تو را زندان میکنم. یعنی در اندیشه فرعون اله این یک شخص توانا می باشد که خودش را اله قرار داد و توانا قرار داد. اما موسی علیه السلام بر این اطاعت نکردن. گفتن پروردگار من، الله من، اللهی است که او سزاوار عبادت می باشد. چه خیلی که در قرآن آمده است الله شخصایی که مشرکایی که بر خود اله قرار دادن، آنها را گفت این هی الا اسماء سمیتموها. شمایان این اللهی که قرار دادید بتها رو تراشیدید و اله خواندید، آنها نامهایی که خودتان گذاشته هستید. اما این نامی که الله بر خود گذاشته است، ما رمز علامت هایش رو در عالم میبینیم که اللهی داریم که اللهی توانا، اللهی داریم که سزاوار عبادت است. اله معنایش معبود می باشد، که شخصی که سزاوار عبادت می باشد. الله سزاوار عبادت است. الله ما را آفریده است که تا که او را عبادت بکنیم. الله می گوید که من نه آفریدم انس و جن را مگرم که برای عبادت. باید بنده بداند که در این دنیا هدف آفریدن الله این عبادت می باشد. ما الله را در همه وقت و در همه زمان الله را عبادت بکنیم.
اله معنایش به معنای یعنی به معنای معبود می باشد. اله و الله هر دو یک معنا دارند. این بود شرح مختصری اله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.